صادق آرتیقوف شهروند تاجیکستان با گناه همکاری با طراحان حمله به متروی شهر سنت پتربورگ 22 سال از آزادی محروم شد. آرتیقوف هنگام مرافعه‌های دادگاهی این عیب را رد کرده است. این شهروند تاجیکستان سال 2015 هم بعد اخراج شدن از روسیه نام واقعیش کیمسنبه قادیروف را عوض کرده دوباره به آنجا رفته بود. او را بهار سال 2017 هم دستگیر کردند. دادگاه سنت پتربورگ شهروند قرقیزستان ابرار عظیموف را به حیث طراح اساسی حمله به حبس ابد محکوم کرد. برادر او اکرم عظیموف 28 سال از آزادی محروم شد. قبلا دادستان برای ابرار عظیموف و اکرم عظیموف حبس ابد طلب کرده بود. در عین حال هیچ یکی از محکوم شده ها خود را در ترکش متروی سنت پتربورگ گناهکار نشمردند. به کمیش 3 نفر آنها از شکنجه شدن با مقصد اقرار گناه شکایت کردند. برادران اکرم و ابرار عظیموف گفته بودند که تا بازداشت رسمی در زندان مخفی خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB شکنجه شدند. بهرام ارگشوف یکی از گمانبر شدگان ترکش در متروی پتربورگ ماه ایول امسال در دادگاه گفته بود که مواد ترکنده را کارمندان پلیس به کلبارش انداختند. پلیس این را رد میکند. ترکش در متروی شهر سنت پتربورگ روز 3 اپریل سال 2017 هم در یکی از وگان‌ها به وقوع پیوست. در نتیجه آن 16 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. بنا به خلاصه تفتیشات، ترکش را تروریست مرگ طلب شهروند 22 ساله قرغیزتبار روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داده است. جلیلوف در جای حادثه هلاک شد. مفتشان انگیزه ترکش را برخورد منفی اعضای گروه‌های تروریستی به سیاست روسیه در سوریه معنی داد کردند. معلوم نیست دادرس ادعای شکنجه شدن و بازداشت‌های صحنه‌سازی شده متهمان را به انابت گرفته است یا نه. سالهای اخیر ده‌ها زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با جرم همکاری با گروه‌های تروریستی در روسیه دستگیر و زندانی شدند. حامیان حقوق بعضا به درستی عیبنامه‌های مقامات تفتیشاتی روسیه با شبهه می‌نگرند و میگویند گاه هم مفتشان به خاطر به دست آوردن نتیجه بعضی افراد را مجبور میکنند که گناه ناکرده را به دوش گیرند، چیزی که مقامات روسیه به اساس می‌دانند.